سلام بچه، حالتون چطوره؟ من نواشید هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من. امروز اومدیم بریم رونمایی از اکانت بگیریم، اکانت 1 میلیونی من، بریم که نشونتون بدم ببینید اکانت هم چه چیزایی داره. بچه زیاد قدیمی نیستش، واسه مثلا 5-6 ماه پیشه، چون تازه اکانت رو گرفتم. و بریم سراغ ویدیو. خب بچه بریم سراغ ویدیو. این که اکانت چجوری رو رونمایی کنیم. اول میایم آواتاراش نشون بدیم. آواتاراش اینا بقیه هم که دیگه رایگان. حالا آواتار فران، حالا این که ساعتیه. آواتار فرایمام اینا مشاهده کنید. کالین کاردم که کالین کارد اینا ببینید حالش رو ببرید. اپیک فعلا اپیک، بقیهش دیگه اینان همه آبیه، بقیه هم دیگه رایگان. خب دوبار بتل لژن کرده اکانت، دوبارش هم خودم لژن کردم و مولتی اصلا لژن نشده، چون مولتیو اصلا حالشون ندارم، همش سر دوئل و اینا. یه موقع میخوام ویدیو بگیرم از اتچمنت و اینا بدم میرم مولتی بازی میکنم، ولی بتل رو تا سیزن جدید باید میکنم. خب بریم سراغ کانا اینا 4 تا لژند داره که همش هم رایگانه. نایف لژند رایگان، این که درخواست میده. CR مکس، CR 50 چی میگم همین CR مکس لژند رایگانه که 47 لژند رایگان و این کلت لژند رایگان. این پایین تر گانای اپیک 78 گان اپیک داره و این پایین دارید مشاهده میکنیم. بقیه هم که این گان آبیه که حالا اینا رو ولش کن. بعد ریکورده بعد بریم سراغ اسکینا. داواش اسکینا 31 اسکین اپیک داره، 10 تا از این آبیا. این اسکین رو خیلی دوست دارم، بهش میگم آقا گربه. بعد ریپر رو داره. اینا اسکینا اپیکشن. آرتری تورنمنت رایگان داده بود رو داره. گیرینچو داره. اوربان ترکر رایگان داره. بقیه هم همه آبی شرطا پرتا و 13 تا این ماشین پاشیناشن میبینید. 37 هم از این آبیا داره. خب بریم که لوداتش هم بهتون نشون بدم. 10 تا لوداتمو شماره 1 این گانه که خداییش گان خوبی از حق داریم، خیلی خوبه. اتچمنتی هم نداره. چرا داره؟
اینا اتچمنتش اینها داریم میبینیم. اسکرین بگید حالا با کلت لژند، کلت لژند رایگان با آقا گربه خوب و نازنین. یو اس اس 9 اپیکو داره که رایگان داد با این اسکین با این اسکین رایگانه تو ایونت. میگم گانش نایفش همینه. خب یه بی بی 50 داره. راستی یو اس اس 9 رو ندادم این چیزشو. اینا بعد استفاده کنید حالش رو ببرید. اتچمنت رو اینم یه بی بی 50 با ترکیب این نایف با اسکین گرینج. من خدای اسکین گرینجم دوست دارم، بیشتر برای بتل یه موقعی برمیدارم کمرنگ جمعی بتل بشه. اینم که میگم بهش همین برش شدید دیگه. خب بریم سراغ ترکیب بعدی. کیارن که من خودم عاشقشم، اینه با ترکیب این نایفه که رایگان به همه داده. حاجی بذار من با نایفش ست کنم اینجا. با اسکین دوباره آقا گربه. اتچمنتش هم اینه. خدایی اتچمنت خوبه مخصوصا واسه بتل. لودات 4 DLQ با ترکیب این نایف. DLQ اپیک واسه گردن امزی 42 متری بوده با اسکین آرتری رایگان. اصلا حالش رو ببر. اتچمنت دیل هم اینه. سیرم میگیر برو حالش رو ببر. خب این اتچمنت هایی که من دارم میدم هر جایی نمیدن. تست کردم. یه شاتگان دیگه داریم HS با اتچمنتش هم که اینه با ترکیب این نایف. این آبیه اینم آبیه گفتم ترکیبشن با اسکین سیزن قبل بتل و لودات 5 نشون دادم دیگه. 5 یادم رفت نشون بدم. 5 AK 117 با ترکیب این نایف لژنده با اسکین گرینج. اینو من اتچمنتش رو دادم، برید نگاه کنید تو کانال هست. این HS هم که نشون دادم. لوکاس خیلی خوبه، یعنی اتچمنت بهت میدم برو حالش ببر. اینو 100% دیگه تضمین 100% تضمین چیه خوب بودنش. پس برو چیکار کن حالش ببر. حالش ببر. خب این اتچمنتش بودش با این نایف. بده اینم چیزشو دارم. بیاد اینم ست کنیم با کدوم اسکینه؟ اینم اسکین گرینج. خب اتچمنت لوکاس هم که گرفتیم لودات 7 مونش. بریم نوبت لودات 8 HDR که من ازش زیاد استفاده نمی‌کنم. من هنوز اتچمنتی واسش نداشتم با نایف نیزه با آقا گربه. لودات 9 هم DLQ خداییش این رنگش خوشگله با ترکیب این نایف با اسکین ریپر. این اتچمنتش هم همون اتچمنت داره شدم تغییر داده باشم. این اتچمنت ببینید بالا. ترکیب 10 هم که ترکیب دوگانه است. VMP گانه VMP. اتچمنتی روش نداشتم.
که از ازش استفاده با شاتگان آرگوسو چیدمانی نداشتم و حوصله‌اش هم ندارم بدم درخواست نداره خدا وکیلی، ولی من میدانم. برو حالش رو ببر. ببین برو حالش رو. آقا تو رو قرآن قبل من درخواست ندارم. یه اتشمنت خوب شبیه کولت دارم میکنمش، میدونم از چی دارم استفاده میکنم. اینم از این یه پرکم میخوام واسش بذارم، پرک این پرکم خوبه. بیا رو حالش رو ببر. نه این شبیه کولت شده، یعنی یک اتچمنتی نگم واسه این اتچمنت شده، این شد اتچمنتش. رو حالش رو ببر. با اسکین آرتری هم هستش. خب آقا ما به پایان ویدیو رسیدیم و رونمایی از اکانتم کردیم. بخواستم راستش قوی ترش کنم و بیانم رونمایی بکنم، ولی چون هیچ ایده ای نداشتم گفتم بذارم دیگه رونمایی رو. خب آقا خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.